این اسنادی که دیگه به این شکل داره صادر میشه، اگه بخواد نقل انتقال بشه، این اسناد باید به صورت رسمی باشه. برای رسمی تنظیم شدنشون عرض کردم میتونه، یعنی اگه مردم خواستن یه خونه‌ای بخرن، اگه دیدن سند تک برگیش این شکلیه، نباید اصلا مباینامه‌ای، قولنامه اینجوری کارو پیش ببرن، حتما باید تک برگی ببرن. برای تنظیم سندش اگر میخوان از طریق مشاورین املاک اقدام بکنن، میشه ماده 3 میرن تفاهم اولیه انجام میگیره، درج پیشنویس قرارداد و ارسالش به دفتر خونه، نهایتا سند تو دفتر اسناد رسمی. و یا اینکه ماده 2 خودشون میتونن همون قرارداد خصوصیشون رو از ابتدا ببرن در دفاتر اسناد رسمی، همونجا تنظیم کنن. نکته‌ای که وجود داره، این قاعده مربوط به اسناد مالکیتی است که از 3/4 به بعد صادر میشن. اسناد مالکیتی که قبل از 3/4 صادر شدن، همچنان که عرض کردم تا 1 سال پس از راه اندازی سامانه فعلا فرصت دارن. یعنی فقط برای این سبزا مردم باید این کار رو انجام بدن. اگه کسی سند تکبرگی از اون قدیمی زردا داره، میتونه کماکان مثل قدیم رو ارزم به حضور شما قولنامه مباینامه‌ای بره معاملش رو انجام بده. این اسنادی که از تاریخ 3/4/1403 به بعد صادر میشن، این اسناد دیگه اگه بخواد نقل انتقال بشه به صورت رسمی با اون سهالتی که عرض کردم خدمت